کاش در زندگیم امامزاده باشم، خلوت و بینام و نشان، از این امامزاده ها که کسی خیلی آدم حسابش نمی کند. صبح به صبح بیدار که شدم، یک متولی پیر بیاید درم را باز کند، تا هر کس دلش خواست، هر کس دلش گرفت داخل شد. هی نان بدهم و از ایمان نپرسم، کلن نپرسم. دل گرفته خالی که شد، اشکهایش را که تمام و کمال ریخت، راهش را بگیرد و برود. نگران آن نباشد که حرفهایش کسی را رنجانده، نه به کسی برخورده، نه راز کسی فاش